سلام دوستان، خواستم یه موضوعی باهاتون در ارتباط بذارم. اینکه ما اکثرمون یه اشتباهی رو میکنیم، ملک رو به چشم سرمایه گذاری بهش نگاه میکنیم، در صورتی که در مرحله اول اون ملک نیاز اولیه زندگیمونه. هیچ وقت با نیاز اولیه زندگیتون قمار نکنید. اینکه ما بشینیم ببینیم دلار داره گرون میشه، سکه داره گرون میشه، طلا داره گرون میشه، یا سرمایه‌گذاری دیگه نقدینگیمون رو بذاریم رونا، بعد ببینیم که مثلا حالا ملک ثابت مونده، رونا سرمایه‌گذاری نکنیم، چه اتفاقی میفته؟ یا ملک شروع میکنه به گرون شدن و شما جا میمونید از خرید ملکتون. نظر شخصی بنده است، حالا اینکه شما چطور برداشت میکنین دیگه اونم نظر شخصی شماست.